دوستان سه نوعند، گر بدانی زبانی اند و نانی اند و جانی. میگه بنانی نان بیده از در برانش، نوازش کن با یاران زبانی. ولیکن دوست جانی را به دست آر، به جانش جان بیده گر میتوانی. لیکن بعض دوستای این زمانه مثل گل انارند، از دور جلوه دارن نزدیک بوی ندارن. به همین خاطر جای گفته که تا توانی دوستان را ترمه کن، دوستان نانی و زبانی را ترمه کن. لیکن دوست جانی آمد سخت در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. ولی در آخر گفتنی هستم که ای خدایا، دوست جانی را به من دشمن مکن، حال غمگینی مرا بر ناکسان روشن مکن. من ندانم کی به من دوست و کدامش دشمن است، همه اش روشن به تو، هیچ یک امتحانم مکن. دوستای جانی باشه، نه اینکه نانی و زبانی، بلکه حقانی باشه.